نمایش دستنج هنرمندان ولایت ختلان، ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت سرخ که به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی در آثارخانه تاریخی مؤسسه دولتی مجمعی فراغتی و فرهنگی قلعه خوجند در همبستگی با آثارخانه مردم شناسی انستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش دایر کرده شد. تحت عنوان چکن در فرهنگ تاجیکان، دانشجویان و استادان دانشگاه‌های مرکزی ولایت را گرد آورد. در این نمایش سیار محصول دستان کشیده‌دوزان 4 منطقه‌های جمهوری به مقدار 250 عدد نگاره‌ها با مانند سوزنی، کورت، تاقی، ریمول، بارپوش و غیرها به معرض تماشابینان گذاشته شد. ضمن سخنرانی مورخان و استادان دانشگاه‌ها از تاریخ پیدایش و رشد گلدوزی ملی و به خصوص چکن استفاده گذاشته ذکر کردند که محض با تشبث و دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان 29 نوامبر سال 2018 در جلسه سالانه کمیته حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو چکن به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما وارد کرده شد. باید تذکر داد که این اقدام برای حفظ و عامه نمودن میراث نیاگان، معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ غنی و قدیمی مردم تاجیک در عرصه بین المللی یکی از دستاوردهای مهم به حساب می رود. صنعت چکن از نسل به نسل با شیوه از استاد به شاگرد به میراث آمده است. باعث خرسندی است که سالهای آخر چکن به مود زمان نو وارد شده. امروزها بین زنان و بانوان طلبکاران خیلی زیاد دارد، زیرا طراحان کوشیده ایستادند که سر لباس اجدادی خویش را با طرز و نمود نو احیا نموده به مردم پیشنهاد کنند. ثریای دولت مراد راهبلد یا سرخانه مردم شناسی در برابر دیگر نگاره هایی که از جمله هنری مسگری، زرگری، کلالگری، کندکاری، اینچنین هنری گلدوزی نیز خیلی وسیع جمع‌آوری شده است که یکی از نگاره های نادرترینی که امروز در سرخانه مردم شناسی حفظ و حمایت می شود این پاره های متای چکن گلدوزی شده که در نتیجه تحقیقات های باستان شناسی در نتیجه ترمیم متخصصان و عالمان معین کردند که پاره های متا لبی دامن کورته یا ریمال زنانه می باشد که در روی آن نقش درخت حیات و پرنده سیمرغ یعنی پرنده بخت در دو نوده آن گلدوزی شده است. پاره های متای گلدوزی شده را به عصرهای 2 و 3 میلادی تعلق دانسته‌اند. یادآور میشیم که نمایش سیار کشیده‌دوزان ماهر منطقه‌های ذکر شده جمهوری در ولایت طی 1 ماه ادامه یافته. بعداً سفر خود را به دیگر منطقه‌های جمهوری ادامه خواهد داد.